هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت قمر در عقربی که نظام ولایت توش گیر کرده و راه پس و پیش هم نداره. پس بنابراین امروز در یک شرایطی بسیار دشوار و در پیچ و خم‌های سخت تاریخی قرار گرفته ایم. امروز در یک شرایطی قرار گرفته ایم که دشمن تکلیفش معلوم نیست. این یکی هم جنگ و دعواهای باندی توی نظام رو اینطوری لو میده. دست‌هایی تلاش خواهد کرد که شما رو ناامید کنه. دست‌هایی تلاش خواهد کرد که این تجمعات میدانی جمع بشه. دنبال این هستن که مردم در میادین نباشن، این پرچم‌ها تکون نخوره. حالا به همه اینا روزه های بسیجی ها برای به درک واصل شدن عظما رو هم اضافه کنید که همچنان ادامه داره. ما رهبرمون رو خیلی مفت از دست دادیم، خیلی مفت از دست دادیم و جدای از این که آدم هرچی فکر میکنه که چرا این اتفاق افتاد و خیلی بیشتر از این باید تو سرمون بزنیم که چنین مصیبتی بر ما تحمیل شد. این تازه اول مصیبتاشونه. میخوان اسم خامنه‌ای رو بذارن رو خیابون اما جرئت نمیکنن چون میدونن هیچ کس اسم نحس اون رو نمیبره. بله. خب این تغییر نام خیلی حساسیت داره. آقا شما جوانبش رو باید بسنجید. شما یک نامی رو بر میدارید، نام رهبر شهید رو میذارید. شما خیابان جمهوری رو نامش رو بر میداریم، یا خیابان آزادی در خیلی هست. بعضی از نام ها ریشه در عمق جان و عادت مردم دارد. یعنی مردم بارها گفتن و لذا نام های جدید به همین دلیله که جا نمیفته. ما میخوان سر خودمون رو کلاه بذاریم. توی این وضعیت برای اینکه بسیجی ها رو سر حال بیارن رفتن سراغ این جنگولک بازی ها. لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی. وقتی دیدن بازم تغییر تو حال و روز بسیجی ها پیش نیومد رفتن بلبل خمینی رو نبش قبل کردن تا از این نوحه ها بخونه. منتظریم که این شب حمله فرا میرسد، عرض فرماندهی کل قوا میرسد. بسیجی ها گفتن بابا آهنگران چیه؟ تکراریه. این بود که تصمیم گرفتن موشک بیارن تو خیابون شاید یه فرجی بشه. بعدم پرستوها رو آوردن تو خیابون تا این نمایش های محبه رو ترتیب بدن. من عاشق مملکتم، من عاشق رهبرم بودم و هستم، من عاشق برادر استدلالینم. درد و بلاشون که سر من باعث شدن من بی‌حجاب امنیت دارم. از اون طرف نجم آرپیجی ها اعتراض کردن گفتن پس ما چی؟ اینجا بود که چنین مسخره بازاری کلید خورد. البته این یکی ترفندشون هم نگرفت و خودشون زیرا به رژه صورتی زنهای بسیجی رو زدن. شما دیگه وقتی میگی که جهاد خانوما صورتیه، تصویر خروجی اون ترکیب فضای کاریکاتوری میسازه. بازی خاله بازی طوره، اسباب بازی طوره، فضا برای کاریکاتوری خنده‌دار و مسخره میشه. سرباز صورتی، یک اسلحه صورتی، از یک خودروی زرهی صورتی معنا و مفهوم جهاد و مقاومت به ذهنت متبادر نمیشه. در عالم واقع درباره رنگ صورتی ذهن آدم‌ها به یک معناهای مشخصی متبادر میشه. آخرین تقلاشون هم نوحه انگلیسی بود که اون هم به یه چنین صحنه زاگاریتی منتهی شد. Oh, Iran, Iran, may no despicable hand ever touch your holy land, your holy land. May this life of mine
be sacrificed for you. Your wish is my command. When you demand. ته خط هم دیدن به جایی نمیرسن، با یه نظرسنجی دوغکی سر و ته قضیه رو هم آوردن. ما نظرسنجی‌های بسیاری دیگه هم داشتیم که راجع به جنگ یا تسلیم، جنگ یا توقف جنگ، اصلا به قول ماها overwhelming majority، یعنی اکثریت قاطع بله. میگن اتفاقا جنگ. یک دو شب پیش یکی از مرکز دانشگاهی اومده بودن نظرسنجی کرده بودن، از نگاه اونا 87% مردم گفتن که دارن میگن آره مقاومت رو ادامه. رسانه ها این کار رو انجام دادن. از اونجایی که خبرهای این روزا باعث میشه دل بسیجی‌ها خالی بشه، این اومد خالی بندی رو تو نظام اینطوری توجیه کرد. رسانه میتونه برای ما خطرناک باشه. گاهی ما از سر دلسوزی میریم یه خبری رو پخش میکنیم. اولین وظیفه ما اینه که هر خبری رو پخش نکنیم. هر راست جز راست نباید، هر راست نشاید. بله. یعنی ما دلیل نیست که همه چیز رو بگیم، ما نباید همه اخبار رو بگیم. آخوند رسایی هم از قبل گفته بود که اینترنت بلای جان آخونداست. اینترنت بلای جون ماست. ما نباید سیستم عامل اندروید داشته باشیم. چین الان سیستم عامل خودشو داره، روسیه سیستم عامل خودشو داره. خیلی از اطرافیان ما کم کم همشون دارن میان توی این شبکه‌های داخلی. تو روبیکا میان، توی بله میان، توی ایتا میان، توی سروش میان، تو جاهای مختلف میان. میشه این کارو کرد. طبق معمول رفتن سراغ پیاده نظامشون تا با یه مصاحبه نمایشی بگن مردم اینترنت نمیخوان و اینترنت فقط باید مال آخونده باشه. مردم عادی به نظام نباید خط سفید داشته باشن. خود مسئولین و حالا کسایی که واقعا مقامشون بالا هست اگه خط سفید داشته باشن مشکلی نیست، ولی مثلا یکی مثل من، یکی مثل شما نه. واقعا چه کار مهمی داریم. وسط یکی از همین مصاحبه ها بود که دستمزد بازیگران این نمایش‌های خیابانی هم لو رفت. میخوره پرستو میخوره اصلا به خاطر 300 تومان بخوام بیام. 300 تومان مگه میدن؟ میگن 300 تومان میدیم نفری بیام وایس. میگن روزی 300 تومان میدم بیام وایسیم تو خیابون پرچم تکون بدیم. چقدر کم؟ من فکر می‌کردم بیشتر نمیشه. دیگه حالا اگه سوالتون شده که این هزینه ها چطوری تأمین میشه، یه نمونه از فراخوان‌های امام جمعه خامنه‌ای رو ببینید. گویش جان فدا رو همه در جریان هستید، ما مال فدا هم لازم داریم که کسان بیان اموال خودشون رو چه برای هزینه‌های موشک، نظر موشک. حالا که تا اینجا اومدیم یکی از آخرین سوتی‌های تیویریش رو هم با هم ببینیم. بهشت از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت سلام علیها با این باد فراوان همراه بودید. متشکرم.